ای ماشین زمان، بیا با من مهربون باش. میخوام منو ببری به یه زمانی که نه تحریم باشه، نه جنگ باشه، نه بمب اتمی باشه. ها قربونش برم دیگه، هر چی کرم خودته. ببین من بهت قول میدم اگه منو ببری توی زمان خوب، منم دیگه زحمتو کم کنم، همونجا بمونم. دست درد نکنه. ببینم چیکار میکنی ها. آها این از این سیما، آها اینم از این. ببین من حاضرم ها، برو بریم. به انگار خوب جاییه ها. ای چه عجب، چه کافه قشنگی، چه مردم خوب و شیک و جذابی. ای بذار ببینم کجاییم، چه زمانیه. آهان تهران 1422 خیابون انقلاب. مگه میشه؟ اینجا همه دارن قهوه میخورن. اون آقای داره آبجو میخوره که این امکان نداره اصلا. بذاری من یه بار دیگه این تاریخ و محل رو نگاه کنم. آها درسته. مرسی ماشین زمان، بالاخره رویام واقعی شده انگار. ببینم چه جوری این اتفاق افتاده. بذارید من برم سر اون میزه بشینم، اون آقای تنهاست اونجا، میتونم ازش کلی سوال بکنم. سلام آقا، من میتونم اینجا بشینم؟ سلام عزیزم. سلام جانم، به نام ایران سلام. حتما میتونی بشینی، بفرما. آقا اینجا تهرانه دیگه نه؟ درسته اینجا تهرانه. پس اینا که چیه؟ اینا میخورن چیه؟ مشروبه؟ بله عزیزم بله. آقا از که این اتفاق افتاده، یعنی میدونی من خیلی هیجان زده شدم. یعنی چی شد که اینجوری شد ها؟ میدونین چیزه؟ ببینید من اصلا احساسم اینه که شما اطلاعات تاریخیتون زیاده، از این وجناتتون پیداست، بیانتون هم که ماشاءالله شیوا و شیرینه. میشه یکم همچین واسه ما تاریخ بگین؟ بله چرا که نه فرزندم. ببین در زمان سلجوقیان وقتی که پادشاه استاد جان ببینین حالا اون قدم شما نمیخواد برین تو اعماق تاریخ. میدونین که به قول شما استادا اون اعماق تاریخ و اینا در این مقال نگنجه. استاد اگه لطف کنین تغییراتی که تو همین 30-40 سال اخیر به وجود اومده رو واسه ما بگیم، ما خیلی متشکر میشیم. بفرمایید. برات تعریف میکنم. ببین سالها پیش مردم رفتن پیش ولایت فقیه و از مشکلاتشون گفتن و گفتن آزادی بیشتری میخوان. یادمه. گفتن کافه میخوان. اینو یادت نیست؟ گفتن دیسکو میخوان، احزاب میخوان، آزادی بیان میخوان، آبجو میخوان، کنار دریا میخوان، خیلی چیزای دیگه. آقا هم 2 روز مهلت خواستن که فکر کنن و بعدش موافقت کردن. آقا هنوز پس تشریف دارن؟ بله. بعد یعنی به آقا گفتن شما گفتین آبجو میخوایم، بعد آقا گفت 2 روز وقت میخوام فکر کنم. جون من. بله. بعد 1 روز مردم رفتن تو استادیوم آزادی، آقا هم اومد اونجا. چه جالب. احتمالا همه رو دستگیر کردن انداختن بردن. نه بابا چی میگی تو؟ آقا اومد سخنرانی کرد. بعد گفت 2 تا لیوان آوردن گذاشتن جلوش. گفت ای مردم. ای وای حتما گفت که من تن بیماری دارم، جان ناقابلی دارم. مردم زدن زیر گریه و داستان. میذاری من تعریف کنم یا نه؟ بفرمایید. بله. آقا گفت توی این لیوان سمت چپی زهره. بله. توی لیوان سمت راستی آبجو. آقا اینا رو گفت؟ بله. بعد گفت که من که خیلی فکر کردم که وقتی میام اینجا کدوم یکی از اینا رو باید با شما بنوشم و بالاخره تصمیممو گرفتم. ای وای کدومو رفت؟ والا حتما جام زهر دیگه. نه آقا لیوان آبجو رو برداشت. نه آقا. بله لیوان آبجو رو برداشت و گفت اینو میذارم به سلامتی انقلاب که اولش دل دشمنامونو کرد آب ولی بعدش مردممونو کرد کباب. بله. بعد گفت اینو میزنم به سلامتی امام که همش میگفت حرف من یک کلام. اینو میزنم به سلامتی سپاه که کارش شده پشت سر هم اشتباه. میزنم به سلامتی مردم، به سلامتی خوشه های گندم، به سلامتی زندانی های سیاسی، نماینده های مجلس قرقاتی، به سلامتی اون بچه مدرسه های دهاتی، سلامتی اونا که نیستن و رفتن، اونا که هستن و بارشونو بستن، اونا که رفتن جنگ و بر نگشتن، اون پلیسایی که تا صبح تو گشتن، عشایری که همیشه تو دشتن، مسافرایی که تو راه رشتن، به سلامتی دانشجوهای ستاره دار، بیگناهایی که رفتن پای چوبه دار. به سلامتی همه تبعیدی ها، تعدیلی ها، تحصیلات تکمیلی ها، به سلامتی همه اونا که تو حسرن، اونا که فکر میکنن علامه دهرن، اونا که حتی با خودشونم قهرن. میخورم به سلامتی آقا گفت. میخورم به سلامتی تقلبای انتخاباتی، فرقه های انحرافاتی، مأمورای اطلاعاتی، بازجوهای قاطی پاتی، پروژه های غیر عملیاتی، به سلامتی کهریز
کنیزک، به سلامتی همه فتنه‌گرای زابرا، سبزای سربرا، تو حسرای بیگناه، به سلامتی اردوکش‌های خیابانی، هاشمی رفسنجانی، رئیس دفترم حاج آقا گلپایگانی، نظم نوین جهانی. و گفت به سلامتی اوباما که چه کرد با اون تحریماش با ما، به سلامتی همه آدرسای ناخوانا، همه اقشار توانا، به سلامتی یاران بگیراوی خسته، همه قفلاوی نشکسته، اون کلید سازی که تازه اونجا نشسته، به سلامتی هواپیماهای قراضه، جاده هایی که کسی قرار نیست بسازه، مادری که هنوز چشمش به اون در باز، سلامتی مریضای بیدارو، بچهای بیزاو، جانبازای بیزانو، جاروکشهای بیجارو. استاد چی میگی شما؟ به دوست عزیز برادر آقا این حرفا رو آقا زد. ببین من فکر کنم شما خیلی تو نقشت فرو رفتی ها. همه این حرفا رو زد، آخرش هم گفتیم پیکو میزنم به سلامتی ایران و رفت بالا. نه یعنی چی آخه آقا این حرفا دیگه چیه؟ من کجام این دستگاه منو کجا آورده؟ ببینم اینجا دیوونه خونه است یا کافه است؟ بچه فکر کنم این پسر تازه شب اولش شماست گونی بخوابه. چه بچه خوشگلیه. جمع خونه اینه واسه اون نیورده بودن. جدی اینجا دیوونه خونه است. بله خودش دیوونه خونه است. پس اون استاد چی بود؟ ایوا نگاه کن رفته لب تاقچه نشسته. استاد من استاد نیستم، من کلاغ دمسیا هستم. غر یا خدا اینا وضعشون خیلی خرابه. خب من دیگه بعد این دستگاه را بندازم فلنگو ببندم که اوضاع بیریخته. خوشه هانی ها اینا هاشش بذاری من این دستگاه رو چیز کنم. آقای دست شماره میشمارم، اگه به خط نشید جریان برق عمومی رو به در و دیوار بست کنم. ایوای